این ما با وضاحت برایتان میگیم اگر کار به میری وال پیش برود انشالله اگر افغانستان تا 5 الی 10 سال بعد خصوصا کابل تا 5 سال بعد اروپای دوم درست نکردن بعد بیا بگو لعنت به تو دروغگوی هستی. افغانستان زنگ میزنه میگه به هر گوشه ای که بچرخی با شدت کاروبار جریان دارد، با شدت ساخت و ساز جریان دارد. میگه در تاریخ این رقم ساخت و ساز نبودن، این رقم ساخت و ساز نبودن. این ما با وضاحت برایتان میگیم اگر کار به میری وال پیش برود انشالله اگر افغانستان تا 5 الی 10 سال بعد خصوصا کابل تا 5 سال بعد اروپای دوم درست نکردن بعد بیا بگو لعنت به تو دروغگوی هستی. افغانستان زنگ میزنه میگه به هر گوشه ای که بچرخی با شدت کاروبار جریان دارد، با شدت ساخت و ساز جریان دارد. میگه در تاریخ این رقم ساخت و ساز نبودن، این رقم ساخت و ساز نبودن. این ما با وضاحت برایتان میگیم اگر کار به میری وال پیش برود انشالله اگر افغانستان تا 5 الی 10 سال بعد خصوصا کابل تا 5 سال بعد اروپای دوم درست نکردن بعد بیا بگو لعنت به تو دروغگوی هستی. افغانستان زنگ میزنه میگه به هر گوشه ای که بچرخی با شدت کاروبار جریان دارد، با شدت ساخت و ساز جریان دارد. میگه در تاریخ این رقم ساخت و ساز نبودن، این رقم ساخت و ساز نبودن.